توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری از چند تا سایت 10 میلیون تومان سرمایه رایگان دریافت کنید. فقط کافیه تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید که بدونید چجوری باید این کار رو انجام بدید. برای اینکه بتونید سرمایه رایگان رو دریافت کنید، باید برنامه کسب و تیم رو روی گوشی خودتون نصب کنید. این برنامه رو میتونید از کانال تلگرامشون به این آیدی دانلود کنید که آیدیش رو روی ویدیو براتون قرار دادم. این برنامه داخل این کانال هست و میتونید دانلود و نصبش کنید. بعد از دانلود این برنامه حالا میخوایم ببینیم که چطور میتونیم داخل ثبت نام کنیم و چطور میتونیم سرمایه رایگانی که اول ویدیو بهتون گفتم رو دریافت کنیم. بعد از دانلود و نصب این برنامه خیلی راحت روش کلیک میکنیم و وارد برنامه میشیم. توی برنامه قرار اول ثبت نام خودمون رو انجام بدیم. اینم بهتون بگم که اگر برنامه توی بازار مارکت یا گوگل پلی قرار بگیره، همونجا میتونید دانلودش کنید، ولی در حال حاضر فقط باید از لینک مستقیم دانلود بشه که توی کانال تلگرام لینک مستقیمش رو براتون گذاشتم. توی این صفحه روی گزینه شروع میزنیم و بعد رو میزنیم. اینجا توضیحات مهمی داده که با چه روشایی میتونید داخل این برنامه کسب درآمد کنید. اینجا اگر قبلا ثبت نام کردین، روی گزینه ورود میزنید، شماره موبایلتون رو بالا وارد میکنید و بعد رمز عبورتون رو این قسمت وارد میکنید و بسیار بسیار مهمه که رمز عبوری که موقع ثبت نام میدین یادتون باشه، چون موقع ورود بهش نیاز خواهید داشت. حواستون باشه اگر که رمزتون رو فراموش کردین، میتونید روی فراموشی رمز بزنید، ولی خب یه خورده دردسر داره، پس بهتر موقع ثبت نام رمزتون رو یادتون باشه. حالا ما الان میخوایم تازه ثبت نام کنیم و برای همین روی گزینه ثبت نام میزنیم. اینجا از ما شماره تلفن میخواد و این بالا بر شماره موبایلمون و شماره تلفنمون رو وارد کنیم. بعد از وارد کردن شماره تلفن، نام و نام خانوادگی میخواد، بالا نام و پایین نام خانوادگی و حتما هم باید فارسی باشه و نام و نام خانوادگیتون حتما باید مطابق کارت بانکیتون باشه. یعنی نام و نام خانوادگی رو که دادین، بعدن واسه این که اون مبلغی که از این برنامه دریافت کردین و شماره کارتتون هم باید به همون اسم و به همون نام خانوادگی ثبت کنید که اون مبلغ براتون واریز بشه. حواستون به این نکته باشه که بعداً به مشکل نخورید. توی قسمت کد معرفی که اینجا الان روی صفحه براتون به نمایش در میاد رو وارد کنید و طبق توضیحات این برنامه با وارد کردن کد معرف ممکنه مزایایی مثل دریافت سکه رایگان برای حساب شما فعال بشه و همچنین برای معرف هم پاداش جداگانه‌ای در نظر گرفته بشه. یعنی اگر از طریق دعوت افراد در برنامه پاداشی در نظر گرفته شده باشه، این پاداش از سمت برنامه پرداخت میشه و از موجودی شما هیچ چیزی کم نمیشه. شما هم میتونید در صورت تمایل دوستان و آشنایاتون رو با کد دعوتتون توی این برنامه دعوت کنید و سکه رایگان و کلی مزایای دیگه پاداش بگیرید. الان صادقانه بهتون گفتم که موقع ورود اگر که قصد استفاده از کد معرفی رو دارین، کد معرفی که من بهتون دادم رو وارد کنید، چون وقتی که اینو وارد کنید هم به من 5 تا سکه میده و هم به شما 5 تا سکه میده که توی این برنامه هر یه دونه سکه معادل با 1000 تومان ارزش داره. بعد از اینکه کد معرف رو وارد کردین، روی گزینه ادامه میزنید. اینجا کدی که به شماره موبایلتون ارسال شد رو وارد میکنید و بعد از اینکه کد رو وارد کردین ازتون رمز عبور میخواد. اینجا میتونید یک رمز عبور وارد کنید و حتما باید رمزی باشه که خیلی سخت نباشه و یادتونم بمونه. حالا میتونه شماره باشه، میتونه ترکیبی از حروف و شماره باشه، ولی چیزی بزنید که یادتون نره و فراموشش نکنید. پس بهتره که از اسمتون و تاریخ تولدتون استفاده کنید. بعد از اینکه بالا و پایین یک رمز رو وارد کردین، باید روی گزینه ادامه بزنید تا حساب ما ساخته بشه. حالا وقتی که حساب ما ساخته شد، اینجا وارد برنامه شدیم و این منو اصلی برنامه است. من یه توضیح فوری بدم و بریم سراغ اصل مطلب. توی این قسمت آدمک حساب کاربری خودتون رو میتونید ببینید. شماره کارتتون رو میتونید ثبت کنید تا در صورت وجود امکان برداشت مبلغ به حسابتون واریز بشه. توی قسمت خونه یا همون منو میتونید سکه رایگان دریافت کنید و گنج روزانه رو ببینید و از امکاناتی که داره استفاده کنید و جایزه دریافت کنید. و یه قسمت بازی تایمر داره که اینجا میتونید با انجام بازی از امکانات برنامه و سکه‌هایی که بهتون میده استفاده کنید. و یه قسمت مأموریت داره که اینجا میتونید با فیلم دیدن استفاده
استفاده از وبسایت‌هایی که معرفی میکنه و انجام ماموریت‌های مختلف امتیاز و پاداش دریافت کنید که این امتیازها و پاداش‌ها به صورت تومن به حسابتون واریز میشه. اما ما اومدیم برای بررسی سرمایه رایگانی که این برنامه در اختیار کاربران قرار میده. اینجا بعد از اینکه وارد هوم شدین یا وارد این قسمت صفحه اصلی شدین، این بغل دست راست این گزینه رو میتونید ببینید. روی این گزینه کلیک کنید. توی این قسمت وقتی که وارد بشین میاین پایین صفحه یه گزینه هست که نوشته 10 میلیون با ثبت نام. اینجا وقتی که روش کلیک کنید یه ویدیو این بالا براتون پخش میشه. میتونید این ویدیو رو باز کنید، برید داخل لینک این ویدیو و شروع به دیدن این ویدیو کنید. داخل ویدیو کامل توضیح داده شده که باید توی چند تا سایت ثبت نام کنید و هر کدوم ممکنه مزایا یا اعتباراتی رو در اختیار کاربران قرار بدن. بعضی از این سایت ها بهتون پول نقد میدن، بعضیاشون بهتون سرمایه واسه ترید کردن میدن و بعضیاشون هم بهتون طلای رایگان میدن که واقعا فوق العاده است. حالا یعنی چی که بعضیاشون قابل برداشت نیست؟ یعنی ممکنه که به شما یک اعتبار یا یک سرمایه معاملاتی بدن. مثلا $100 بهتون میدن، $150 میدن و این مبالغ بسته به قوانین هر پلتفرم و شرایطی که اعلام میکنه میتونه متفاوت باشه و شما میتونید با این سرمایه رایگانی که مثلا $100 بهتون دادن، میتونید با این سرمایه رایگانه ترید کنید، یه ارز دیجیتالی رو بخرید و اگر که از اون سرمایه رایگانه سود کردین، هر چقدر که از اون سرمایه رایگانه سود کردین رو میتونید برداشت بزنید و بیاد به کارت بانکیتون و اگر هم که ضرر کنید چیزی از شما کم نمیشه، چیزی از پول جیب شما کم نمیشه، ضررش واسه همون سایت است نه شما. اگر که سود کنید سودش برای شماست، اگرم که ضرر کنید ضرری به شما نمیزنه. توی این ویدیو چند تا سایت معرفی شده که سرمایه رایگان یا اعتبار معاملاتی جذابی در اختیار کاربران قرار میدن و مجموع این مبالغ میتونه قابل توجه باشه. اگر که علاقه‌مند هستین میتونید داخل برنامه ثبت نام کنید، این ویدیو رو ببینید و شرایط هر کدوم از این پیشنهادها رو به دقت بررسی کنید. به علاوه اون سرمایه رایگانی که ممکنه بتونید دریافت کنید، اینجا روش‌های مختلفی هم برای کسب امتیاز، پاداش و درآمد در اختیار کاربران قرار داده شده که میتونید ازشون استفاده کنید. یه قسمت دعوت دوستان هم داره. طبق توضیحات برنامه اگر که با کد دعوتتون دوستتون رو وارد این برنامه کنین و دوستتون از این برنامه 1 میلیون تومان یا حالا 100 تومان بتونه درآمد داشته باشه، 10% از اون درآمد برای شما جداگانه حساب میشه. ولی خب از پول اون طرف چیزی کم نمیشه. یعنی اگر که 1 میلیون تومان بتونه از این برنامه در بیاره، اون 1 میلیون تومانه براش واریز میشه. ولی خب 10% از اون 1 میلیون تومان که میشه مثلا 100 تومان، اون 100 تومان برای شما جداگونه حساب میشه. اگر هم که چندین نفر رو دعوت کنید و اونا از برنامه استفاده کنن، میتونید یک درآمد خیلی قابل توجهی رو از این برنامه داشته باشین. البته میزان درآمد یا پاداش دریافتی برای همه افراد یکسان نیست و به فعالیت کاربران و قوانین برنامه بستگی داره. دیگه نکته خاصی نداره، تمام بخشاش رو بهتون توضیح دادم. میتونید با بازی کردن، فیلم دیدن، کلیک کردن و انجام ماموریت‌ها از امکانات برنامه استفاده کنید و در صورت واجد شرایط بودن، یعنی اگر که طبق توضیحات برنامه درآمدتون به 300 تومان رسید، میتونید شماره کارتتون رو بدین و درآمدتون به کیف پولتون واریز میشه. و بعد از اینکه موجودتون هم افزایش پیدا کرد، میتونید این پایین گزینه شماره کارت رو بزنید، نام صاحب حساب و شماره کارت رو وارد کنید و در صورت فعال بودن امکان برداشت درخواست برداشت خودتون رو ثبت کنید تا طبق قوانین برنامه بررسی و واریز بشه. خیلی ممنونم ازت که تا انتهای این ویدیو همراه من بودی. اگر که از این آموزش خوشت اومد، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی و اگر که دنبال همچین روش‌های ساده‌ای واسه کسب درآمد دلاری و تومانی هستی، کانال من مخصوص خودته. حتما کانالمو سابسکرایب کن که از بقیه آموزشایی که توی کانالم براتون میذارم جانم. Important warning, comrades. Please note that all methods of earning money come with inherent risks, and there is no guarantee of getting rich overnight. This video is just a simple introduction and we do not offer any guarantees.